أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عن سیئاتنا. دوستان عزیز، الحمدلله ثم الحمدلله که الله متعال هم بر ما و شما فرصت عمر داد که این بزرگترین نعمت الله است. چون بسیار از دوستای ما، از هم قطارای ما، از آشناهای ما، بسیاریا قبلا زنده بودن و حال فرصت عمر ندارن، حتی فرصت روزه گرفتن و فرصت بیان عقیده و توحید و ایمان. بنابراین این بزرگترین نعمت الله هست که الله بر ما و شما فرصت عمر دادن. و دیگه بزرگترین نعمت الله دیگه است که الله متعال بر ما و شما توفیق داد که ما قرآن عظیم الشان در این ماه مبارک بخوانیم و عقیده خود روز به روز مطابق قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازیم. دوستایی بسیار بزرگ نعمت الله است. شما ببینین وقتی من از نگاه فکری زیادتر در آیات قرآن یا در احادیث یا در احکام اسلام وقتی فکر میکنم، خلاصه فکر من در اینجا رسید که هر کسی برای دوست خود که بسیار را زیاد دوست داشته باشه، همون چیزی را که بسیار دوست داره او را به بهترین دوست خود میده. الله متعال در بین مخلوقات، در بین انسانها پیغمبرها را بسیار دوست داشت. آدم صفی الله، نوح نجی الله که الله او را نجات داد، ابراهیم علیه السلام خلیل الله و محمد صلی الله علیه و سلم حبیب الله و موسی کلیم الله و روح عیسی روح الله. اینا کل از اینا لقب‌هایی دارن که عزت از اینا را و کرامت از اینا را و بزرگی از اینا را و محبت الله را با اینا و شرف از اینا را و برتریت از اینا را نشان میده. این دوستای الله که از زمان آدم علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این 4 طایفه دوستای الله هست: نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. این 4 طایفه که دوستای الله هستند، الله بر از اینا چی را تحفه داده که پیش الله بسیار با ارزش است. وقتی با فکر و با اندیشه قرآن شما بخوانین، میبینید که اکثرا پیغمبرا، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین برای از اینا بزرگترین نعمت الله که بسیار الله را دوست داشت و عقیده توحید هست. لا اله الا الله. لا اله الا الله را که انسان با فکر خود لا اله الا الله بگوید، نه که مثلا به زبان بگوی بر زبانت حمد گو یا در دلت پیدا صنم ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. نه، لا اله الا الله را با فکر و با اندیشه دانستن، عقیده توحید با فکر و با اندیشه دانستن بزرگترین نعمت الله هست که الله ایره برای پیغمبر داد. شما ببینید مثلا مال، پیسه، مال، موتر، خانه، این چیزا پیش الله ارزش نداره. از این خاطر کلانترین مالدار، شاید خوب فکر بکنید، ما تفسیر فکری و اعتقادی میخوانیم، کلانترین مالدار ببینید که بسیار پیسه دار هستن، بسیار پیسه دار هستن و بسیار پیسه دار بودن که بسیار خطرناکترین کافر است که قارون هست. مالدار اینا بودن.
پس مال ارزش پیش الله نداره. این اموال دنیایی پیش الله در زمین الله خلافت الله وقت تطبیق میشه که نظام توحیدی الله پیش الله بسیار ارزش داره. عقیده توحید است که این عقیده توحید باید در زمین الله چی شود؟ تطبیق شود. و کسای را الله دوست داره که اونا امی توحید میفهمن و مطابق از این عمل میکنن و این در زمین الله میخوان تطبیق بکنن. منطقه پرست، نقشه پرست، سرزمین پرست، زبان پرست، یک جای پرست نیستن، وطن پرست نیستن. زمین الله هست. این زمین الله وطن است برای مسلمان ها که باید اینجا شریعت الله چی شود؟ تطبیق شود. این دشمنای الله که در بعضی از مناطق حاکمیت دارن، این به خاطر ازی هست که اینا دشمن الله هستن، در زمین الله فساد میارن. پس مسئله بسیار مهم که است. مسئله چی است؟ مسئله فهم عقیده توحید است. فهم عقیده توحید، لا اله الا الله اساس کلمه توحید است. تمام پیغمبران بر زمین آمدن که بر امت خود میگفتن که لا اله الا الله بگوین. این الله اله الا الله علما میگن که 2 رکن است و 7 شرط است. و امروز ما و شما وقتی که روزه میگیریم و میخوایم که فکر خدا و اعتقاد خدا مطابق قرآن و سنت بسازیم، اول اگر میخوایم که عقیدتان جور شود و مؤمن کامل و خوب باشین، ببینین که امی 2 شرط لا اله الا الله، 2 رکن، 2 رکن لا اله الا الله و رکن سومش باز محمد رسول الله هست، با 3 رکن میشه. و این 7 شرط لا اله الا الله در وجودتان هست. قلم بگیریم، کاغذ بگیریم و اینجا پیش خود بشینیم. خب رکن اول لا اله الا الله چی است؟ رکن اولش است که تمام معبودان باطل نفی کنی. لا اله، تمام معبودان باطل نفی میکنیم. هر چیزی که بغیر الله عبادت میشه او رو نفی میکنیم، میگیم مستحق عبادت نیست. هر مخلوقی که باشه، ملائکه مستحق عبادت نیست، پیغمبران مستحق عبادت نیستن، اولیاء الله مستحق عبادت نیستن. چرا؟ عبادت مستحق عبادت فقط الله هست. هر کسی که ملائکه را یا پیغمبرا را یا نباتات یا گیاها را یا آفتاب و مهتاب و اینا را یا دریا را یا درخت یا هر چیزی را که بغیر از الله عبادت میکنن، اون معبود حق نیست، معبود باطل هست. پس اینا باید کلش نفی شود که اینا مستحق عبادت نیست. لا اله. و باز با الا الله اثبات میکنی عبادت مخصوص الله. این شرط اول کلمه هست. آیا امی عقیده در ذهن تو و در فکر تو و در ایمان تو هست که معبودی که مستحق عبادت است فقط الله هست، که عبادت مخصوص از او بکنی و دیگران را نفی بکنی و بر از اونها هیچ عبادت نکنی؟ ما هیچ عبادتی به ملائکه نمی کنیم، عبادتی به پیغمبر عبادت نمی کنیم، به اولیاء الله عبادت نمی کنیم، به نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین عبادت نمی کنیم. عبادت فقط برای الله می کنیم. اگر این شرط، این رکن در وجودت باشه، پس تو یک مؤمن خوب هستی. دوم رکن دومی چی است؟ که لا اله الا الله که است. برای ما میگه که لا در لا اله تمام طواغیت شما نفی کنید. آیا شما پیروی از طاغوت میکنید؟ بگید نفی کنید. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید به طاغوت کافر شوی و یؤمن بالله. اول بگی لا اله، باز بگی الا الله. فمن یکفر بالطاغوت لا اله و یؤمن بالله الا الله. پس آیا به طاغوت کافر هستی؟ و این طاغوت علامه ابن قیم جوزی بسیار خوب تعریف میکنه. میگه 3 قسم طاغوت است. ببین که آیا به این 3 قسم طاغوت تسلیم هستی یا از چنگ این 3 طاغوت خود خلاص کردی.
اگر درگیر یکی از این تواقیت باشی، پیروی یکی از تواقیت رو بکنی، پس لا اله الا الله گفتن تو هیچ بر تو ارزش فایده نمیرسانه. اما اگر از 3 طاغوت، از یک شامنه، از هر 3 از اینا دور شدی و فکرت و عقیدت و عملت از دور کردی و الا الله و فقط اطاعت مخصوص الله گشتانی، اطاعت تواغیت دور کردی، اینا مستحق اطاعت نیستن. هیچ طاغوت مستحق اطاعت نیست، مثل که معبودان باطل مستحق عبادت نیست. کی مستحق عبادت است و کی مستحق اطاعت است؟ الله، لا الا الله. خب آن ما طاغوت بشناسیم، کسایی که مستحق اطاعت نیستن و او رو ما نفیه بکنیم که اطاعتشان یک دفعه نکنیم، روزان بگیریم باز پیرو طاغوت باشیم. چی فایده؟ چی فایده؟ وقتی که کلمه یک کسی درست نشد، حالا وقتی که این دو اساس، این دو رکن است، مثل که در نماز قیام رکن است، قرائت رکن است، رکوع رکن است، سجده رکن است. یک نفر مثلا نماز خوان مکمل رکوع نکرد، شما میگه والا من یک قدر نماز خواندم، بسته ماه رمضان هم تو ختم کردم و نماز خواندم. خب یک چیز نکردم، او چی را بود؟ میگه والا من رکوع نکردم، فقط هم تو قیام میکردم، خب میخواندم درود به سجده میرفتم. برای میگه که برادر محترم تمام زحمات تو صفر است. چرا؟ چون رکن نماز تو ترک کردی و بدون از این رکن نماز تو نمیشه. ایناله از دیدگاه فکری هر رکنه که در هر چیزی باشه و اون رکن وجود نداشته باشه، مثلا در ایمان، از ارکان ایمان چی هست؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. یک نفر میگه کل ارکان ایمان قبول دارم، لکن یک رکنش که ایمان به ملائکه هست ایره قبول نداره. درش میگه که خیر تو مؤمن نیستی، باید کل ارکان در وجود تو باشه. اینال وقت ما کلمه میخوانیم و تفسیر فکری و اعتقادی میخوانیم، در اینجا باید متوجه باشیم که وقت ما کلمه میخوانم، خب یک رکنش نفی معبودان باطل بود، وارخ نفی کردم، من به هیچ کسی عبادت نمیکنم، ماشاءالله. رکن دومش تواقیت است. تواقیت چی است؟ اینال بسیاری کسا معبودان باطل نفی میکنن اما مبتلا به طاغوت ها هستن، یک رکن کلمه از پیششان میمانه. و بین بسیار خوب و دوستانه و با محبت و با برادری و با عاطفه و با بسیار صمیمیت بفهمیم و خود نجات بدیم. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله عالم بسیار بزرگوار هست و بعد از این علمایی که آمدن کلشانی تعریف ازی را قبول دارن و این علمای تعریف علامه ابن قیم جوزی را میگیرن که علامه ابن قیم جوزی میگه که طاغوت 3 قسم است. میخوای کلمه طیبه درست شوه؟ بله. از این 3 طاغوت ارسیش به ارسیش کافر شو، ارسیش دور بکن و ایمانت به الله قوی میشه. این طاغوت ها کدام است؟ میگه یکی طاغوت مطاع هست، یکی طاغوت متبوع هست، یکی طاغوت معبود هست. مطاع، متبوع. مطاع میم توی الف عین، متبوع میم ت ب و عین، معبود میم عین ب و دال. خب عالم راستی کلمه مطاع را نمیفهمیم، کلمه عربی هست، ایران براتون تشریح میکنه. ما مزدورای دین هستیم، ما چپراسی های دین هستیم، ما خدمتگارای که الله متعال ما را در جمله چپراسی ها و جوالی ها و خدمتگارهای قرآن قرار بده. اینو براتون تشریح میکنیم. مطاع یعنی مخلوقی که قانون میسازه ضد شریعت الله، ضد قانون الله ای قانون میسازن. ما برای قانون الله را شریعت میگن، چون قانون بر مخلوقات استفاده میشه. بعضی کسا استعمال میکنن، لکن برای قوانینی که از جانب الله در از شریعت گفته میشه، اما قوانینی که انسان ها میسازن برای قانون گفته میشه.
اینال هر انسانی که ضد شریعت الله قانون میسازه ایره طاغوت مطاع میگن. پس طاغوت مطاع طاغوتی هست، این آیسته ایسته میگه مسئله فکری هست، فکر خدا جور میکنیم. مطاع طاغوت مطاع طاغوتی هستن، انسانهای هستن که قانون میسازن ضد شریعت الله و مردم هم میگن که بیاین عوض شریعت الله از این قانون اطاعت بکنین. این قانون مطاع هست. یا ای که خود از این شخص قانون نساخته، یک کس دیگه همین قانون ضد شریعت ساخته و این مردم هم میگه بیاین از این اطاعت بکنین. پس طاغوت مطاع کی میتونه شود؟ طاغوت‌های مطاع در قدیم بسیار زیاد بودن. چه قسم بودن؟ بعضیش به شکل یک شخص میامد، بعضیش به شکل یک مفکر میه، به شکل یک فیلسوف میه، به شکل یک قانونگذار میه، حال فعلا در عصر امروز به شکل یک پارلمان میه، به شکل یک حکومت میه، به شکل یک رئیس جمهور میه، به شکل یک پادشاه میه. بناهن مهم نیست که این فرد است یا حزب است یا فکر است یا گروه است، المهم تمام قوانین، افکار و اندیشه هایی که ضد شریعت الله هست اینا اندیشه های طاغوتی هست. باید به کل از یک کافر شوید. اگر به شکل اندیشه هست مثل مارکسیزم، لینینیزم، داروینیزم، سوسیالیزم، کپیتالیزم و دیگه سیکولاریزم، این چیزا هست، هم باید به این کافر شوی. اگر به شکل افراد است مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود، لینین، مارکس، ژان ژاک روسو، سارتر، همین قسم که تا آمده بیم مثلا هتلر، موسولینی، در عصر امروزی ما و شما، ترامپ، نتانیاهو، همین کسایی که نامای بسیاری از اینا رو من نمیفهمم، اینا هستی کلشان طواغیت هستن به شکل افراد، یا حکومت های طاغوتی که ضد شریعت الله قانون میسازن، یا پارلمان های طاغوتی که قوانینشان پاس میکنن، قوانینی را جور میکنن که ضد شریعت الله هست، یا وزارت های عدلیه که قوانین رو جور میکنن ضد شریعت الله، وزیر عدلیه و مامورین و کارمندای هست، یا محکمه هایی که مثلا محکمه هستن، مثلا محاکمی که ضد شریعت الله قوانینی را دارن و ضد از قوانین در بین مردم اجرا میکنن. اینا کلشان در جمله چی هستن؟ در جمله طواغیت هستن که اگر حساب بکنین آل فعلا کدام 100 قسم طواغیت است. اینا طواغیت چی گفته میشن؟ طواغیت مطاع گفته میشن، چون قانون میسازن و میخواین مردم در این قوانین از اونا اطاعت بکنن. قوانین ضد شریعت الله میخواین که از این اطاعت بکنن، در لباس دموکراسی، در لباس جمهوریت، در لباس پادشاهی، در لباس نظام قبیلوی و قومی، در لباس نظام سیکولاریستی، در هر لباسی طاغوت میآید. قسم دوم طاغوت چی هست؟ طاغوت مطبوع هست. خب طاغوت مطاع را شناختیم. طاغوت مطبوع چی هست؟ بطه که هر عالمی که عالم هست یا پیر است یا احبار است یا رهبان است یا درباری هست، هر عالمی که ضد شریعت الله فتوا میده، نظر میده. الله میگه جهاد، این میگه نه جهاد نکنین. الله میگه که دشمنای الله را باید ذلیل بسازین، این میگه نه ذلیل نسازین. الله میگه با کافر دشمن باشین، این میگه نه دوستی بکنین. الله میگه که موسیقی حرام است، این میگه نه موسیقی حلال است. الله میگه که زنا حرام است، این میگه نه زنا باشه ما سیاحت میکنیم. الله میگه شراب حرام است، این میگه که اینا وقتی که اینی علمایی که درباری هستن، مطبوع هستن، همیشه طاغوتای مطبوع، مفتی ها و احبار و رهبان و درباری ها، اینا کسایی هستن که به اون طاغوت کلان به خدمت از او شیشتن، بر طاغوت مطاع و بر از او چی گفته میگن؟ فتوا جور کرده میرن. این طاغوت چی میگن؟ مطبوع میگن. و هر طاغوت مطاع است، رئیس جمهور است یا پادشاه هست،
باز چند تا طاغوتکای مطبوع می داشته باشن و بر از اینا میگه که تو بیشی برای من بیانیه مجور کو و هر گپی که من میخوایم تو برش آیت پیدا کن، هر چیزی که من میخوایم برش آیت پیدا کن، برش آیت پیدا کن، برش حدیث پیدا کن، برش روایت پیدا کن، برش فتوا پیدا کن، تحریف بکن، تغییر بدی، مقصد برای من جور بکن. این طاغوت مطبوع هست. و قسم سوم طواغیت معبود است. بعضی انسان‌هایی هستند که در زندگی خود مردم دعوت میکنن که برشان عبادت صورت بگیرن، ادعای علم غیب میکنن، مثل جادوگرا. بعضی کسایی هست در لباس پیر، در لباس عالم و در لباس شخصیت‌های روحانی، مردم میان در مقابل از اینا بر از اینا رکوع سجده میکنن. اینا طاغوت‌های معبود هستند. میبینید مثلا بعضی برای کشیش رکوع سجده میکنن، بعضی برای کلانای بتخانه ها سجده میکنن، بعضی پیرها هستن بر از اینا مردم سجده میکنن، بعضی علما هستن مردم برشان سجده میکنن، در قدمایش خودم میپرتن. اینا طواغیت کسر. پس اینا رو وقتی ما و شما رو میخوایم تفسیر فکری رو بخوانیم و در سوره اعراف رسیدیم، حالا باید مثلا این سیره ببینیم. و سوم محمد رسول الله، محمد رسول الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم است. ما باید اطاعت و عبادت خود به طریقه این رکن اسلام است. اگر کس طریقی بغیر از طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ضد طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میسازه، امام ابن کثیر میگه که این کافر میشه. چرا؟ طریقی ساخته ضد طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم. این رکن از ارکان لا اله الا الله محمد رسول الله هست. و باز 7 شرط داره که این شرطا را هم هر کدامش که ما چقدر محبت داریم، ما چقدر تسلیم هستیم به حکم الله، اینی 7 شرط هم باید انسان مؤمن بالای خود چی کنن؟ تطبیق بکنن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما سوره اعراف شروع کردیم. در سوره اعراف دوستای عزیز، ما و شما هر وقتی که یک سوره را شروع میکنیم و میخوانیم، در اینجا علما میگن که شما وقتی سوره ها را میخوانین و این درس ها را شروع میکنین، اول چیزی که مهم است موضوع اساسی از این سوره هست. مثلا شما حالا پیدا بکنید که همین موضوع اساسی از این سوره اعراف چی است. ما با شما سوره اعراف شروع میکنیم و موضوع اساسی از این اول باید بفهمیم که موضوع اساسی سوره اعراف چی هست. موضوع اساسی سوره اعراف ادامه آخرین آیتی که در سوره قبلی بود که انسانها من اجل خلیفه در زمین الله با تطبیق نظام خلافت اسلامی بیان شده بود. این سوره مبارکه که هستن، این برای ما تفصیلات خلافت اسلامی را و تفصیلات کسانی که پیغمبرانی که من حیث خلفای الله، پیغمبران، رسولان، انبیا و خلفای الله در زمین الله اینا روان شدن و درگیری های از اینا را که اینا چی درگیری داشتن، یعنی اهل حق با اهل باطل، مبارزات و صراع و درگیری های از اینا را بیان میکنه. پس موضوع اساسی چی شد؟ حال اینجا برای ما و شما تشریح میکنه که درگیری بین حق و باطل و تطبیق نظام خلافت اسلامی توسط پیغمبران و کسایی که در مقابل از اینا استاده شدن یا را بیان میکنه و تشریح میکنه. ما و شما مثلا اگر میخوایم ارتباط این سوره را با سوره های قبلی بفهمیم چی ارتباط داشت، در سوره بقره ما و شما خلافت ها را، نمونه های چارگانی خلافت خواندیم که خلافت آدم علیه السلام، خلافت ابراهیم علیه السلام، خلافت داوود علیه السلام که در لشکر طالوت جهاد کرد و بالاخره باز الله متعال برش خلافت نصیب کرد، و چهارمی خلافت بنی اسرائیل که به اساس اشتباهاتی که کردن از اینا چی شدن؟ محروم شدن. این ما شما در سوره بقره خواندیم. در سوره آل عمران ثابت قدمی در این منهج تشریعی، در سوره بقره در آخرش منهج و اسلوب و روش تطبیق نظام خلافت اسلامی در زمین الله بیان شد. در سوره آل عمران چی گفته شد که باید به این منهج چه قسم ثابت قدم باشی. چرا؟ مشکلات فکری داخلی و مشکلات فکری خارجی می باشه و این ما و شما از نگاه فکری گفت و بیان کرد و تشریح کرد و ما و شما خواندیم. سوم در سوره نساء آمد که وقتی کسانی که نظام خلافت الله را در زمین الله تطبیق میکنن، تطبیق از این نظام بدون دو چیز امکان پذیر نیست. او چی هست؟
عدالت و رحمت است که اینا باید بسیار عادل باشن در گفتار، در کردار، در عمل کرد و امی قسم بسیار مهربان باشد تا که میتونن بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحماء بینهم. پنجمی در سوره الانعام برای ما و شما بیان شد اقسام توحید که وقتی شما موحد هستین هیچ وقت نظام خلافت اسلامی در زمین الله قابل تطبیق نیست بدون موجودیت مؤمنین موحد. مشرک، بدین، مرتد، مسلمان های قوم پرست، زبان پرست یا نمیتونن که نظام خلافت الله را در زمین الله تطبیق بکنن. کی میتونه این نظام را تطبیق بکنه؟ انسانی که دارای عقیده توحیدی باشه، با تمام بخشای توحید ذات خوب بفهمه و عمل داشته باشه، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، توحید حکمت و توحید نامها و صفات. اگر این کسی یاد نداشت نمیتونه نظام الله را در زمین الله تطبیق بکنم. در سوره اعراف که هست اینجا علما مثلا یک تفسیر است، میگه که در سوره اعراف میگه و مناسبت هذه السوره، یک تفسیر است به نام تفسیر الوسیط. این یک مجموعه از علما تفسیر نوشته کردن. میگه و مناسبت هذه السوره لما قبلها، میگه مناسبت این سوره با سوره های قبلی چی هست؟ میگه ان سوره الانعام ختمت بقوله تعالی، میگه سوره انعام ختم شد با این آیت شریف و هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله ذاتی هست که شما را خلیفه ها در زمین گردانیده هست. خب این خود سوره قبلی بود. از سوره قبلی حالا میگه در سوره اعراف که شما رسیدن، میگه این سوره کس و جاءت سوره الاعراف که تفصیل لذالک، میگه این تفصیل بیان میکنه که کسایی که خلیفه در زمین تعیین شدن، این حال تفصیلی بیان میکنه که کیها بودن و چی مشکلات داشتن و اهل توحید کی بودن و در مقابل از اینا دشمنای توحید چی موقف داشتن. فسردت، میگه مفصلا تشریح کرد قصه آدم علیه السلام که و اول خلیفه استخلف فی الارض، اولین خلیفه که در زمین الله من حیث خلیفه تعیین شد. ثم تلتها قصه قوم نوح، بعد از قصه خلیفه دیگه میگه که رسالت و خلافت دارن. نوح علیه السلام از با قومش، بعد از هود علیه السلام با صالح علیه السلام تا آخر از دیگه های قصه الى آخر ما اشتملت علیه من القصص که دیگه قصه ها بیان میشه. کما انهما تشترکان، میگه همشان این دو سوره قبلی و این سوره یک وجه اشتراکش ای شد و که او مثلا به شکل اجمالی خلافت بیان کرد، این تفصیلی بیان میکنن. دو در او سوره که وجه مشترک بینشان دیگه دومی چی هست؟ میگه دوش سوره های مکی هست. انزلتا لحمل المشرکین علی ترک شرکهم و عاداتهم جاهلین، که برای از اینا گفته میشه برای مشرکین که اینا باید شرک و عادات جاهلیت چی کنن؟ اینا باید اینا ترک بکنن. خب این هم فهمیدیم. اینال در این سلسله درسه که خلافت الله در زمین الله به شکل تفصیلی گفته میشه که چه قسم نبیین آمدن، صدیقین آمدن، شهدا آمدن، صالحین آمدن، این نظام تطبیق کردن در طول تاریخ. و این هم بیان میکنه که جار حق مبارزه همیشه هست، صراع میگن، صراع درگیری هست بین حق و باطل، بین اهل توحید و بین دشمنای توحید. این همیشه این صراع هست. حق از جانب الله هست و مؤمنان موحد و طرفدارای حق بر تطبیق نظام الهی که خلافت الله در زمین الله هست وظیفهشان انجام میدن. و 124 هزار کم بیش از پیغمبران اینا برای اینمی وظیفه آمده بودن و همین مکلفیتشان بود. یا برای زمین آمده بودن که اینمی حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنن. خب و دیگه نقطه که هست، طرفدارای باطل همیشه میخواد که در زمین فساد بیارن و ضد شریعت الله قوانین بیارن که ضد شریعت الله هستن، که اینا در مجموع دشمنای توحید، بزرگایشان طواغیت است و زیردستایشان هم پیروای طاغوت است. اینال به این حساب ما و شما حدیث دیگه هست که در این راستا
تشریح میکنه. امام بخاری رحمه الله میگه عن المغیره ابن شعبه، میگه مغیره پسر شعبه گفت که عن النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال لا یزال طائفه من امتی، یعنی بر همیشه یک طایفی از امت ما ظاهرین اشکارا بر حق می باشند، حتی یأتیهم امر الله و هم ظاهرون، تا که حکم الله به و اونا به می حالت به می ظهور هستند. و در صحیح مسلم باز عن ثوبان رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق، یک طایفی از امت ما همیشه آشکار کننده حق هستند. یعنی این طایفه حق است تا روز قیامت یک طایفه می باشه. حالا تو باید فکرت جور بکنی، عقلت جور بکنی، اندیشیت جور بکنی مطابق قرآن و سنت، تا که الله بر تو چشم بصیرت، چشم بصارت و بصیرت بده، هم چشم قلبت هم چشم سرت. ایره الله اگر بر تو روشنی داد، روشن کرد، باز تو اهل حق درک میکنی. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به اساس وحی میگه که حتما در هر وقت یک گروه از اهل حق هستن. لا تزالو، چی معنی لا تزالو؟ یعنی همیشه می باشن. کی می باشه؟ طائفتون، یک گروهی، من امتی، از امت ما، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک گروهی از امت ما می باشن، ظاهرین علی الحق، که اینا طرفدار حق هستن و حق آشکار میکنن و حق بر مردم نمایان میکنن. لا یضرهم من خذلهم، بر از اینا ضرر رسانده نمیتونن کسانی که تبلیغات منفی میکنن، چی مشرکین هستن، چی مرتدین هستن، چی کفار هستن، چی منافقین هستن. این ضرر برشان نمیرسنه کسایی که میخواین که اینا را چی کنن؟ اینا را ضعیف بسازن. حتی یأتی امر الله، تا ای که امر الله به پیروزی، و هم کذالک، و اینا به می حالت می باشند. پس در این سوره معرفی صفات و پیام هایی است که بر اهل توحید یا اهل حق بیان میشه، و همین قسم دشمنای توحید یعنی اهل باطل هم معرفی میشه. چرا انسان اردویش بفهمه تا که انسان مؤمن مسلمان چی کنه؟ به این چی باشه. خب در مقدمه سوره الف لام میم صاد، دو حروف مقطعات است. در حروف مقطعات همیشه ما میگیم که الله اعلم بمراده، مراد از این الله بهتر میفهمه، ما نمیفهمیم، ما جاهل هستیم، مرادش نمیفهمیم، مقطعات است. ما مراد چیز را میفهمیم که الله متعال نزول کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح کرده، آیاتی که تشریح کرده. دیگه الله اعلم بمراده، مراد از این در حروف مقطعات الله میفهمه. خب اولین نقطه در اینجا در مقدمه سوره برای ما و شما معرفی کتاب اهل توحید است. شما میخواین صاحب فکر توحیدی باشین؟ شما میفهمین که اعتقاد توحیدی داشته باشین؟ بله. از کدام کتاب مطالعه بکنیم که فکر ما جور شوه؟ بعضی کسا میامدن از من پرسان میکردن که استاد من به خاطر اصلاح فکر خود و اندیشی خود کدام کتاب بخوانم تا که فکر مرا جور بکنه؟ خب برادر از من چی پرسان میکنی؟ الله متعال برات گفته هست که کتاب توحید که کل جواره توحید هست، ما میگن که القرآن کله فی التوحید، قرآن عظیم شان است. الله متعال میگه کتاب انزل الیک، میگه این کتاب قرآن عظیم شان کتابی هست که بالای تو نازل شده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلا یکن فی صدرک حرج، در سینه تو باید دلتنگی نباشه، منه از او، لتنذر به، تا بترسانی توسط از این کسایی که مخالفت از این میکنه، کسایی که فکر خود از این نمیگیره، اندیشی خود از قرآن نمیگیره، عقیده خود از قرآن نمیگیره، اونا رو باید بترسانی. و ذکر للمؤمنین، و این پند است، نصیحت است، فکر است، اندیشه است. برای کی؟ برای مؤمنان. این قرآن عظیمشون است. پس گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
اگر تو میخوایی که مسلمان زندگی بکنی بدون قرآن عظیم الشان ممکن نیست. میخوای فکر ایمانی توحیدی داشته باشی، با آیات قرآن تفکر و تدبر بکن و عقیده از قرآن میگی. دوم صفت اهل توحید بیان میکنن که صفت اهل توحید چیست؟ یکی از صفتهای مهم اهل توحید متابعت از ما انزل الله است، از قرآن و سنت است. چی دلیل؟ سوره اعراف آیت 3: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. متابعت بکنین از چی؟ از ما انزله، از آن چیزی که نازل شده الیکم بر شما، من ربکم، از جانب ربتان، ولا تتبعوا من دونه اولیاء. دیگه اولیای دیگه که خود اولیاء میگیرن، دوستا میگیرن، از اونا متابعت نکنین. اونا اولیاء الله نیستن، کسی پیروی از قرآن و سنت نمیکنه، اونا دشمن الله هستن. قلیلا ما تذکرون، شما بسیار کم پند میگیرین و تفکر و تدبر میکنین. پس ببینید قرآن عظیم الشان نشان میده کتاب توحید قرآن، راه توحید متابعت از ما انزل الله. کسایی که دشمنی توحید میکنن و با باطل میرن، نتیجه از اونا هلاکت است. در کجا؟ الله متعال میگه و کم من قریة اهلکناها، بسیار سرزمین ها، بسیار ملک هایی بودند که ما او را هلاک کردیم. فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. همو عذاب ما در چه وقت میامد؟ یا در شب میامد که یا در خواب و غفلت هستن، یک دفعه نابودشان میکرد. او هم قائلون، یا در روز وقتی که قیلوله میکردن، در وقت روز گرمی استراحت میبودن، در غفلت عذاب الله سرشان نازل میشه. پس این نتیجه کی است؟ نتیجه دشمنی با توحید است. چهارم نقطه، اهل دشمنای توحید چه وقت باز اعتراف میکنن؟ الله متعال میگه فما کان دعواهم، اعتراف از اینا نمی بود، اذ جاءهم بأسنا، وقتی که بحث ما، عذاب ما سرشان نازل شود، الا ان قالوا انا كنا ظالمین. باز میگه واقعا ما ظالم بودیم، حق ما بود که سر ما عذاب الله نازل شود. شهادت اهل توحید یعنی اهل حق بر اهل باطل. میبینیم مناظره حق و باطله. قال شهادت میدن فلنسألن الذین ارسل الیهم. الله متعال میگه باز ما از کسایی که برشان پیام الله رسیده هست از پیغمبران، از اینا پرسان میکنیم. ولنسألن المرسلین، و ما حتما از پیغمبران پرسان میکنیم که اینها در مقابل شما چی موقف گرفتن. ششم جزای دشمنای توحید اهل باطل با تقدیم اسناد و شواهد دقیق. الله متعال میگه فلنقصن علیهم، ما بیان میکنیم برشان به علم، با علم. یعنی و ما کنا غائبین، و ما از حالات از اینا بخبر نبودیم. یعنی الله متعال با علمش تمام مجالس اینا رو کنترل میکنه. و الله متعال با اسنادی که ملائکه های را گذاشته است، اینا تمام اعمال از اینا را برشان خودش نوشته کرده. و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره. الله متعال میگه فلنقصن علیهم بعلم، پس ما بر از اینا باز بیان میکنیم جرائمشان و گناهایشان را با علمی که داریم. و ما کنا غایبین، و ما از مجلس از اینا غایب نبودیم. الله سمیع است، بصیر است و علیم هست. علمش تمام مخلوقات با خبر است. سمعش از تمام آنچه میگه میشنون. بصرش تمام آن چیزی که اینا میکردن ببینن. این قدرت الله سبحانه و تعالی هست. هفتم نتیجه توحید برای اهل حق چی هست؟ الله متعال میگه والوزن یومئذ الحق، روز قیامت ترازوی میزان ترازوی حق است. و روز قیامت روز حق است. در این روز وزن اعمال می شود بسیار به طریق حق. فمن ثقلت موازینه، پس کسی که وزن اعمال نیکش ثقیل شد، فاولئک هم المفلحون، الله میگه که اینا مفلحان هستند. نتیجه دشمنی توحید و باطل پرستی چی است؟ الله متعال میگه و من خفت موازینه، سبب چی میشه؟ چون اعمال از اینا ارزش نداره در ترازوی میزان. اعمال مشرک، اعمال کافر، اعمال مرتد، اعمال منافق.
هیچ به اندازه یک سر سوزن ارزش ندارن. پس و من خفت موازین فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسایی هستند که در نفسهای خود خساره کردن به ما کانوا بآیاتنا یظلمون، به سببی که با آیات ما ظلم میکردن. ولقد مکناکم فی الارض، الله متعال میگه یقینا که ما شما را امکانات دادیم در زمین، عقل دادیم تان، خانه، جای زندگی، وسایل، حس، صحت، عافیت، همه چیز بر شما دادیم. و جعلنا لکم فیها معایش، و بر شما وسایل معیشت هم بر شما آماده ساختیم. قلیلا ما تشکرون، بسیار کم شما شکرگزاری میکنیم. بعد از این مقدمه بخش اول هست که نمونه مبارزات درگیری ها بین اهل حق و اهل باطل، این نمونهش بیان میشه و در اینجا ما و شما انشاءالله این نمونه های مبارزات و درگیری اهل حق و اهل باطل که از خلافت آدم علیه السلام تا پیغمبرای بعدی هست و این را انشاءالله تعالی ما و شما در درس بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.